خوشگل‌ترین زن دنیا آخه سوسک میخوره. شاید خیلی بعد از دیدن این ویدیو دیگه احساس زیبایی نکنن. من الان خودم فکر میکنم شبیه خر شرکم. نه فکر نکنم. نه امروز قراره توی این ویدیو 5 تا از زیباترین زنهای دنیا رو ببینی که البته این آمار از نظر سینما تایید شده. اولین الهه زیبایی کسی نیست جز آوردی هپبورن. هپبورن یکی از نمادهای زیبایی توی تاریخ سینما بوده که مردم اونو اینطوری توصیف میکردن: خوشگل، شیک، داشت زیبا و استعداد بازیگری بسیار بسیار برجسته. هپبورن توی 4 مه 1929 توی بلژیک به دنیا میاد و به پوشیدن لباس به سبک خودش معروف میشه. هپبورن به عنوان یکی از بزرگترین ستاره‌های سینما در سال 1950 و 1960 شناخته شده. احتمالاً بعد اون با مادرخونده سفید برفی ملاقات کرده. چیکاره بیدم من این واسه چیکاره بیدم؟ من چیکارتون؟ همین سی بره وکنم تو بگذاریم. دومین الهه زیبایی کسی نیست جز مرلین مونرو. همه ما مرلین مونرو رو میشناسیم. نگو نمیشناسیم که حول تو ایران زیاد است. البته که اسم واقعی ایشون نورما جین بوده، دقیقا مثل من که الان ربکام، ولی خب چیزه. مرلین به خاطر جذابیت فیزیکی، استعداد بازیگری و طرز برخورد خاص خودش معروف بوده. بازیگری مرلین توی فیلم خانم‌ها بیش از همه میدادن مورد توجه بسیاری از منتقدین قرار میگیره و باعث میشه که جایزه بهترین بازیگر و نقش اول زن رو به دست بیاره. البته که مرلین مشکلات روحی و وابستگی به مواد مخدر داشته. اون توی سال 1962 توی سن 36 سالگی متاسفانه به خاطر دلیل مرگ ناگهانی در دستگاه تنفسیش به دیار فوت میکنه. دشمنی رو میندازی؟ خب معتاد بودی دیگه. تو هواداری یا کی؟ تو دشمنی؟ چیز خیلی ناراحت کننده که در مورد مرگ مرلین وجود اینجا بعد ناراحت میشدم اینه که توی سردخونه بهش تجاوز میشه و حتی بعد از مرگ چند تا حول پولدار پیدا میشن که میگن ما رو توی قبر مرلین خاک کنین تا با دیدن این الهه زیبایی به آرامش ابدی برسیم. بیا بخوریش پیر پاتال. نو تاچ می. قطعاً که سومی الهه زیبایی همسر ناصرالدین شاه. باستادی بگم دروغ گفتم؟ خب نه، میگم شوخی کردم. سومیش جنیفر لوپزه که چون از جنیفر لوپز خوشمون نمیاد پس در موردش صحبت نمی‌کنیم. کسخل این ویدیو یوتیوبه. اسم واقعی ایشون جنیفر این لوپزه که توی سال 1969 توی بروکسل نیویورک به دنیا میاد و به خاطر خوانندگی و رقص خودش بسیار مشهور میشه. البته تونسته تعداد زیادی آلبوم موفقم منتشر کنه و ناگفته نماند که به تعداد زیادی کودک و نوجوان محروم هم کمک کرد. خب بس راستی الان 54 سالشه و این قیافشه. اون وقت مادر بزرگ من در سن 35 سالگی با 8 فرزند. 4مین نفر این لیستم کسی نیست جز خانم آنجلینا جولی. منم اگه به جای برد پیت همون بودم اینو میگرفتم و ولش نمیکردم. البته واسه ببینیم اون که طلاقش داده. شاید به خاطر اینکه آنجلینا سوسک میخوره. بعضیا به اشتباه فکر میکنن که خانم آنجلینا جولی عادت بد به حشره خواری داره، ولی اصل قضیه اصلا این نیست. این فرشته زمینی به خاطر این حرکت ها انجام داده که افرادی که توی قحطی گیر افتادن رو درک کنه و با خوروندن حشره به خودش و فرزندان خودش و اشتراک گذاشتن ویدیوش توی فضای مجازی خواسته به مردم نشون بده که کسایی که توی قحطی گیر کردن شب و روز خودشون رو با خوردن حشره سپری میکنن. چون تنها سلبریتیه که با پای خودش به مناطق محروم میره و به مردمی که دارای مشکل مالی هستن کمک میکنه. و گفته نماند که آنجلینا افراد زیادی رو به فرزندخوندگی قبول کرده، از جمله دختری زهرا که هممون رو میشناسیم و اونو توی یکی از مناطق قحطی زده پیدا کرده. آنجلینا توی سال 1975 توی لس آنجلس به دنیا میاد و یک بازیگر، کارگردان و فعال حقوق بشر اهل آمریکا هم نیز هست. جولی به خاطر فعالیت‌های انسان دوستانه، بازیگری و زیباییش بین مردم بسیار معروفه. آخرین الهه زیبایی کسی نیست جز سلما هایک. ایشون بازیگر و تهیه کننده مکزیکی آمریکاییه که توی سال 1966 به دنیا میاد و به خاطر بازیگری توی فیلم 44 جایزه اسکار و بهترین بازیگر زن رو میگیره. همچنین جوایزی مانند گلدن گلوب و جوایز سزار. و ایشون یکی از 100 زن قدرتمند توی مجله فوربس در سال 2018 نیز بوده است. اگه از اینجور ویدیو خوشت میاد پس حتما منو سابسکرایب کن.